همین چند سالته؟ 32 سالم. سابقه داری؟ بله. سابقه چی بوده؟ دعوا، شرقت. از چند سالگی؟ 13 سالگی. چی شد که دعوایی شدی؟ چی نمیدونم آقا، یادم نمیاد. از بچگی شنیدم بعد پدر و مادر تنها زندگی میکنی، با پدر بزرگ مادر بزرگ. خواهر برادرم داری؟ خواهر دارم. با هم زندگی میکردی؟ نه. کجا هستم؟ نمیدونم کجا. خواهرت نیست؟ ازش خبر ندارم. از چند سالگی هم شده شد؟ بچگی آقا. الان به چه جمعه گرفتن؟ نمیدونم آقا. نمیتونی؟ من بگم؟ بگو شما بگو. آزار و اذیت دختر و پسرها و سرقت طلا شدن. بله. 7 دی سال 1397 با شکایت مردی جوان به کلانتری 130 نازی آباد، پرده از اقدام شوم مردی خبیث برداشته شد. در نخستین تحقیقات مرد جوان گفت من و همسرم مثل همیشه به سر کار رفته بودیم و دختر 8 سالم در خانه تنها بود. در زمان نبود ما مردی ناشناس زنگ خانه را به صدا درآورده و مدعی شده پولی را که از من قرض گرفته بود پس آورده و با این بهانه از دخترم خواسته در خانه را برایش باز کند تا هم پول را تحویل بگیرد و هم رسیدی برای تحویل پول از او بگیرد. دختر 8 سالم هم بیخبر از همه جا در را برای او باز می‌کند. اما مرد جوان پس از ورود به خانه او را مورد آزار و اذیت قرار داده و علاوه بر آن مقداری پول نیز از خانه به سرقت برده است. با شکایت مرد جوان بلافاصله به دستور بازپرس جنایی تحقیقات از سوی کارآگاهان اداره 16 پلیس آگاهی پایتخت آغاز شد. در ادامه شکایت‌های مشابه دیگری نیز به دست پلیس رسید. در نهایت پس از بازبینی دوربین‌های مداربسته خانه‌هایی که فرزندان آنها مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند و چهره‌نگاری متهم و تطبیق چهره به دست آمده با آلبوم متهمان اداره آگاهی موفق به شناسایی متهم شدند. ردیابی‌های پلیسی با اقدامات فنی و اطلاعاتی به متهم جوانی به نام امیر رسید و در عملیات غافلگیرانه این متهم که به کفتار تهران معروف شده بود دستگیر شد. متهم 32 ساله در تحقیقات به آزار و اذیت 20 پسر و دختر و زن اعتراف کرد و در رابطه با شگردش گفت زنگ خانه ها را می زدم و اگر بچه ها جواب آیفون را می دادند از آنها سراغ خانوادهشان را می گرفتم. وقتی می گفتند که در خانه تنها هستند به بهانه اینکه برای پدرشان پول آوردم از آنها می خواستم در را برایم باز کنند تا پول را تحویلشان بدهم. وقتی وارد خانه می شدم با تهدید چاقو دست و پای آنها را با طناب یا روسری داخل خانه می بستم و در اتاق خواب یا حمام زندانیشان می کردم و آنها را مورد آزار و اذیت قرار داده و بعد از آن پول طلاها را سرقت می کردم. در روز زنگ صدها خانه را می زدم تا یک بچه تنها در خانه پیدا کنم. وی درباره انگیزه خود از این جنایت‌های سیاه گفت 15 سالم بود که به خاطر شکستن شیشه یک خانه به کانون اصلاح و تربیت رفتم. آخرین بار هم 3 ماه قبل از زندان آزاد شدم. من معتادم و شیشه میکشم و هر بار که شیشه میکشیدم صدای یک نفر را میشنیدم که به من میگفت بروم دزدی. با اعتراف امیر تحقیقات ادامه یافت و در نهایت 20 شاکی این پرونده شناسایی شدند. از آنجایی که طبق تحقیقات صورت گرفته و اظهارات متهم تعداد قربانیان او بیش از 20 نفر بودند اما خانواده‌های دیگری شکایت نکرده بودند، بازپرس امور جنایی تهران به خاطر تعدد جرایم متهم کیفرخواست امیر را به اتهام مفسد فی‌الارض صادر کرد. پرونده متهم با اتهام افساد فی‌الارض به دادگاه انقلاب ارجاع شد. امیر که به تجاوز، آزار و اذیت زنان و دختران تهرانی اعتراف کرده بود، در انتظار چوبه دار بود تا اینکه روز چهارشنبه 26 آذر ماه سال 1399 کفتار تهران در زندان رجایی شهر پای چوبه دار رفت و حکم اعدام برای این متهم شیطان صفت به اجرا درآمد. چیکار می‌کردی؟ می‌رفتی خونه چیکار می‌کردی؟ پول طلا می‌آوردم. پول طلا خونه‌ای که فقط بچه‌ها. بله. خب اون بچه‌ها رو چجوری شناسایی؟ خونه‌ها رو چجوری شناسایی؟ زنگ می‌زدم. زنگ می‌زدی می‌فهمیدی بچه تنهاست می‌رفتی خونه؟ بله. بعد هیچ کاری با بچه نداشتی؟ نه. چطوری می‌فهمیدی بچه خودت می‌دونی. بچه‌ها تو می‌دیدن چیکار کردن؟ خیلی. ولی تو مهارش می‌کنی چیکار می‌کردی؟ با چاقو. دست پاشون هم می‌بستی؟ نه دهنشون نمی‌بستی. نه دین دادگاه نکنن. چند بار تا حالا رفتی سرقت کردی؟ کردم ایشان 15 سال کردم. همه هم بچه بودن خونه؟ بله. این خانوما چی؟ یه خانم بوده. یه دونه؟ دختر یا پسر؟ زن بود.
نه بچه‌ها دختر بودن. پسر بیاریش پسر بودن. تجاوز اصلا قبول چشی تو باز کن. چیکار می‌کردی؟ تجاوز یعنی چی که قبول نداری؟ چیکار کردی که قبول کار کردی؟ یه توضیح بده. هیچ کار تو من سرقت دست انداختم ماتش کردم که آروم بشه به صد بچه. بعد به آثار خودت خونه مونده. اینا چی بوده؟ گفتی با چاقو تهدیدشون می‌کردی؟ چجوری برای چی تهدیدشون می‌کردی؟ صداشون نه داد نکنه. گفتی تو خونه نبود؟ نه. هیچ کس؟ میدونستی کی بری که کس خونه نیست؟ علی همون من میگفتم معلوم نبود. سابقه داری؟ سابقه داری؟ بله. سابقه چی بوده؟ سرقت من داد. کم فقره. یاد داشت. خانوادگی کار سرقت انجام میدادیم. خانوادگی. پدرت از چرا کشته شد؟ پدرم سر دعوا پدرم کشته شد. همه شیشه می‌کشید. درست. که آدمی میدادم رفتم تو چاقو میکشیدم تهدید میکردم پول طلا میآوردم. وقتی شیشه می‌کشید این کار بله. فقط پول طلا فقط کردی. از کدوم منطقه ها با تنابی دست خود دوسری خود دوسری زمین پیدا میکردم آقا میبرستم تا خودم. نه هیچ کدومشون نرسید. نه کجا میفهمیدی که اون بچه تو خونه تنها هست؟ همین زدم خودشون میگفتن دیگه نیستن. چی می‌پرسیدی که همچین جواب میدادن؟ در مادر هستم گفتن نه. چه بهونه درو باز می‌کردن که بری بالا. یا پول آوردم برای پدرت. در روز چند تا خونه رو زنگ می‌زدی که یکیش بچه تنها بود؟ 2000 تا 3000 تا. زندگی خوبی داشتی با پدر مادرت؟ پدر مادرم فوت کردن آقا من با بزرگم مادر بزرگم بزرگ کردن. خواهر برادرم داری؟ خواهرم در کشورم. کجا؟ خواهرم رفته بیرون کشور. یه خواهر داشت. دو خواهر دارم. کجا زندگی می‌کنن؟ ترکیه. برادر ندارن؟ نه. تحصیلات چقدر؟ تو دبستان. شغلی هم نداشتی؟ نه. هیچی؟ از بچگی کار می‌کرد. چند سالش میشه در کجا 15 ساله. از کارا؟ بله آقا من میرم دستور میدم. بهت یکی میگفت برو چی بهت میگفت آروم بگی کی میومد بهت میگفت شیشه دستور میدم. صدای زن بود یا صدای مرد مرد بله. دلیلی براتی آورد؟ نه خب پولای طلاهاشون با طلاهاش قمار رو میکردم نمیدونستم مردم بودن بودت منم زدم عمومه زد هم زد آهانی که اونجا افتاده بود نه میگم به حالت دست خودم نبود. ممنون از شما دوستان عزیز که تا پایان این داستان تلخ با ما همراه بودید. خوشحال میشم اگر نظراتتون رو در زیر همین ویدیو با هم به اشتراک بذارید. تا روایت پرونده جنایی دیگر، خدا نگهدار.